سلام به همه شما دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، پر از سلامتی و عشق و زندگی باشید. من دقیقاً آخرین ولاگی که گذاشتم روز جمعه بود، ولاگ رفته بودیم کنسرت. من گفتم که چند روز خواهرم و مامانم اینا خونمون بودن، بعد حامی گفتم سرفه داره، سرفه‌اش انگار که ویروسی بود. ما دیگه از کنسرت که اومدیم، یعنی تو راه من سرفم شروع شد دیگه. از شنبه دقیقاً من روی تخت درازکش، یعنی تو عمرم همچین چیزی رو تجربه نکرده بودم. امروز که دارم ویدیو رو میگیرم، امروزم جمعه است، من دقیقاً یک هفته خیلی سخت رو گذروندم. یعنی هم من هم آریسا هر دوتامون این ویروس جدید رو گرفتیم. آریسا یه هفته مدرسه نرفت با اینکه وقت امتحاناشم بود دیگه. حالا هماهنگ کردم که هفته بعد ازش امتحان بگیرن. منم اصلا یعنی توان نداشتم که بلند شم، حتی توان غذا درست کردن رو نداشتم. یعنی بیشتر غذای آماده گرفتیم، یا آقا سعید خونه بوده، خونه غذا درست کرده. خیلی ویروس بدی بود. قبلا گفته بودم اصلا ما 4 نفرمون تجربه کرونا رو نداشتیم، یعنی این همه سالی که کرونا اومد ما هیچ کدوممون خدا رو شکر نگرفتیم، ولی این دفعه قشنگ ریه هام درگیر شد. هنوزم سرفه دارم، نفس تنگی دارم و خیلی رفتم دکتر متخصص، رفتم خلاصه آمپول و سرم و دارو اینا مصرف کردم. خدا رو شکر امروز دیگه بلند شدم، گفتم اصلا دلم برای بیرون تنگ شده بود، گفتم بریم بیرون. آقا سعید گفت امروز هوا آفتابیه، با هم بریم یه جایی، حالا قرار ما رو ببره نمیدونم کجا. گفتم که برای شما ویدیو بگیرم، شما همراه ما باشید. آرزو میکنم که همتون سالم و سلامت باشید، هر کجای دنیا که هستید. واقعا سلامتی بالاترین ثروت، بالاترین نعمته که با هیچ پولی، با هیچ چیزی نمیشه جایگزینش کرد. حالا دلتون خوب باشه. بریم سمت، حالا قرار بریم سمت رستم آباد، اون سمتی بریم، چون از اونجاها دیگه شمال بودن ما شروع میشه. حالا بریم ببینیم کجا میریم. تا آخر ولاگ همراه ما باشید. یه تشکر ویژه‌ام بکنم از همه عزیزایی که با نگاه قشنگتون همراه من و کانالم هستید، به همون انرژی مثبت میدید، برام پیام‌های قشنگ میذارید. ممنونم از قلب مهربونتون، خوشحالم که کنارم هستید. یه دنیا ممنون از لطف و همراهی شما. سیدان رودخانه میشه روستای سیدان و روستای رودخانه. دو تا روستا فقط تو همین جاده‌ان که واقعا زیباست. مثلا آخری که داریم میریم دیگه تو یک دره سرسبز پر آب، خیلی قشنگ و جالبه. اینجا چرا بافت کاجش مثلا بافت همین یه منطقه داره، خودروه، دورش هم حفاظت شده است. نگاه کنید مثل سلامسر، یعنی اون طرف رودخونه با این طرف رودخونه، این کوه خودش به صورت طبیعی کاج داره که کسی هم حق بریدنشون رو نداره. همون کاج سلامسر یا نه فرق داره؟ اونا تقریبا یه جور چتری سوزنی هن. اینا شبیه سرون، یه نوع روستای رودخانه. حالا چرا ارزشمند درخت کاجایی گفتی؟ چرا سبزه؟ آره نمیدونم خزه است یا نه. این جزایر انگلستان، ساحل اسکاتلند، خیلی قشنگه. کوه‌ها، صخره‌ها، چمن سبز می‌کنه، یه دست سبز. خیلی قشنگه اینجا دیگه انتهاست. پشت کوه پشت سرچشمه این رودخونه. این روستا تو بهارم خیلی زیبایی خاصی داره. خب ما دیگه رسیدیم دوستان. ما داریم میریم استخر پرورش ماهی قزلالا که برای یکی از دوستای آقا سعید، آقای امیدی
امیدینیا. حدوداً چند سالی میشه؟ 16-17 سالی میشه ازشون ماهی میگیریم. مشتری ثابته. شخصیت خدا کنه خودشون باشن. تماس نگرفتیم، حالا بریم ببینیم هستن یا نه. خب ما رسیدیم استخر ماهی قزلالا. منتظرم آریسا پیاده بشه بریم داخل. ببینید اینجا ته روستاست، یعنی تو دل کوه با آب چشمه و آب طبیعی. آقای امیدینیا یه آدم خیلی خوش سلیقه، خودشون پرورش ماهی قزلالا دارن اینجا. بریم ببینیم که خیلی عالیه. بیا پیشی بیا. آقای امیدینیا اومدن. انتهای محله هیچ کی نمیاد. این دیگه آخر محله آخرین خونه است. اینا زیاد آدم نمیبینن غیر از خود آقای امیدی. بچه ها چند وقت اینجا میمونن؟ اینا تو خریداری میکنن. چقدر بوی استریل و بوی چیز میده. بیداری نه؟ آره الان بوی ایزوله بودنش قشنگ میاد. تخم چشم‌دار آره اینا آره روی بدن یه تا جالب‌تر بیرون در مولا بیشتر درد داره. مثلا خبردار در تخم آنسان نمیشه بعد بیایم اینجا ماهی بخریم ماهی. قزلالای طلایی از این سالمون طلایی گوشتش همون مثل سالمونه یا مثل قزلالا؟ مثل سالمون زیرو قصه وزیر دیگه نیازی بازی قزلالای طلایی که مزه‌ش و گوشتش مثل سالمونه. چقدر هم قشنگن. اونجا اون قزلالای کوچولوترن که گوشت تیره. اینم ماهی طلایی و
اینا هم که ماهی‌های بزرگن، سالمونای خیلی بزرگ و سنشون هم بالاتر از همه است. این آخرین دریچه است که وصل رودخونه میشه دیگه. اینم رودخونه. به چه آبی داره، واقعا عالی عالی. اینا هم دیگه خسته شده. خب ما دیگه نمیدونم چند تا ماهی گرفتی؟ من یه 5 تا بزرگشو گرفتم. 5 تا سعید ماهی گرفت. دیگه خانم آقای امیدینیا اومد بیرون صدام کرد. دیگه من رو نشد که صحبتشون رو قطع کنم و برم اونجا براتون ویدیو بگیرم. دیگه با خانم صحبت کردیم، همینجوری از علیرضا پرسید، خیلی وقت بود ندیده بودیم هم دیگه رو، با هم دیگه صحبت کردیم و دیگه آقا سعید ماهی گرفت. الان هم تو مسیر برگشتیم بریم خونه. حالا باز قراره بریم رستم آباد، یه جای کار داریم. امروز واقعا آسمون داره دلبری میکنه با این ابرای قشنگ و رنگ آبی زیباش، برف روی کوها. بریم بالای کوه. بریم. بافت اونجور بعدی. این الان خونه از قدیم مونده. آره قشنگ قدیمیه. سوپرمارکت هاشون هم بالا سوپرمارکت میشه یا میشه دکه. داخل این مغازه بری شاید مثلا بوی پنیر پوستی و آره ترازوی قدیمی نگاه کن. سلام. اینقدر دوست دارم مغازه قدیمی رو. برای ما خوب خاطره هست دیگه. یه طرفش نگاه میکردی کفشای لاکی پلاستیکی قدیمی، یه طرف نگاه میکردیم فتیله چراغ انواع گردسوز و وقتی برگ درخت رو میریزه قشنگ روستا نشون میده دیگه خدا. خب بچه ما اومدیم یه نقطه خیلی بالا که همه روستاها از اینجا راحت دیده میشن. الان بهتون نشون میدم شما ببینید. ببینید اینجا رو، اینجا شالیزاره. ما از اون جاده میریم سمت برسر، اونجوری میریم. روستاها رو ببینید فقط تو مسیر جاده. دورفک بزرگ و زیبا این طرف. خب این روستا رو معرفی کردی؟ اسمشونو که این خوب روستای چوره کردنشینن. همین بزرگه دیگه، این بزرگه میشه چوره. این نزدیکه، اون بزرگتره چون دوره. چلکاسر بزرگتره. اون میشه چلکاسر. آره چوره، چلکاسر، گنبک. اون راهیه که باید بریم غار رشی، اون وسط اون کوه. اون دربند رشی که قبلا گفتیم قرار بود پل معلق بخوره. بعد اینم که دورفک. یه چند تا روستا هم این پشت هست، یه دونه هم اینجا هست انتهای این دره که بهش میگن راجون. الان ما رفته بودیم سیدان رودخانه، یعنی میشد اون پشت اونجا هم میشد. پشت این محله اونجا اون دره. آره چقدر امروز ابرا قشنگن، آسمونو. پایین بود. خیلی قشنگ درستش کرد. ما دیگه اومدیم خونه. جمعه قشنگی بود، هوا خیلی خوب بود، جای همتون خالی. باید ماهی ها رو بشورم پاک کنم، فردا نهار برای اینا یه ماهی بذارم توی فر. خانم آقای امیدینیا برام انار محلی گذاشت، انار همونجا بود. گفت که شما بچشین، خیلی وقت اینجا نیومدین.
یه کدو گرفتیم سر راه هم درست کنم. حالا ماهیارم باز کنم. من اون لحظه آقا سعید داشت میگرفت دیگه من نبودم نمیدونم چی گرفته. باز کنم ببینم چی گرفته. یادم یه دونه لیتون بگیرم. بزرگه دیگه بزرگ. آره بذار تو سینی. سالمون نیست که همشون به زلالو گرفت یاده. این چیه؟ این هم گفت یه نوع سالمونه زرده. همشون بزرگه. اینم بردارم. بذار کیسه رو بردارم. نیفته زمین کثیفش. بابا جانو بابا چرا اینا همه کج شدن؟ آره من اصلا هیچ وقت زلالا رو خورد نمی کنم اصلا هیچ وقت. یعنی همیشه درسته میذارم توی فر دیگه. یه دونه قشنگ برای ما خوبه. حالا اینا رو فقط پاک میکنم داخل شکماشون رو خالی میکنم. پوستم نمیگیرم چون که میذارم داخل فر فقط شکمش رو خالی میکنم همینجوری. برم درست کنم که امشب کلی کار دارم. حالا ببینید یه دونه شکمش رو خالی کنم. ببینید شکم خالی کردی اینجا رو یه چاقو بزنید این سیاهی داخلش هم تمیز کنید با انگشتتون قشنگ اینو خالی کنید. بعد داخل سرشون این آبشوشاشون هم جدا کنید. بله ببینید اینا رو هم خالی کنید دیگه. داخل سرش هم ببینید تمیز میشه چیزی نباشه. من دیگه چون که کله قزلالا خیلی کوچیکه مثلا کلهش هم نمیگیرم. فقط مثلا این پره ها رو میچینم داخل شکم رو خالی میکنم و میشورم و همینجوری میذارم فریزر دیگه. بعد همینجوری درسته میذارم توی فر. وقتی که اینجوری میذاریم توی فر موقع پختن یعنی راحت تیغ وسط رو میکشیم همه تیغش در میاد دیگه. نیاز نیست که موقع خوردن حالا استرس این داشته باشیم که بچه ها تیغ نخورن یا چی. اگه خورد بشه یکم سخت میشه و اینجوری نه. داخل شکم این ماهی طلاییه بود. حالا شستم گذاشتم بپرسم ببینم خوردنی. که ما تو شمال تخم داخل شکم ماهی رو میخوریم مخصوصا ماهی کپور. خوب مادهش تخم داره خیلی هم خوشمزه است بهش میگیم اشپل ماهی. حالا اینو نمیدونم که آیا اینم خوردنی هست یا نه ولی خوب شستم. حالا بذارم کنار زنگ بزنیم بپرسیم چون این ماهی رو اولین بار گرفتیم. تا سریای پیش انگار که نداشتن اینو تازه پرورش میدن.
من دیگه ماهی رو شستم، همشون رو تمیز کردم، ظرفشویی و دور و برش هم وایتکس دادم که اون بوی بد ماهی از رو ظرفشویی بره. همه جا دستمال کشیدم دیگه. برسم به آریسا، فردا امتحان نگارش داره، یه ذره باش درس کار کنم، بشینیم یه چای بخوریم. خب دو تا چای ریختم، بریم با هم بخوریم. آریسا هم که چای خور نیست، بریم ببینیم اینا دارن چیکار میکنه. چیکار میکنین؟ دست در نکنی. سعید داره با شاب سنگاش فر میره. سعید میدونستی امشب بارش شاب سنگیه؟ مگه میشه نداره؟ امروز امشب چندم میشه؟ 14 دی. باید بریم دیگه شب. سعید عاشق شاب سنگه، یعنی چندین سالی که دنبال شاب سنگه. خیلی با هم دیگه کاوش رفتیم، الان داره یعنی هر شب باید شاب سنگاشو نگاه کنه، همش تحقیق میکنه، خیلی علاقه داره. حالا بریم به شما نشون بدم، چند تا از شاب سنگاش آورده، امشب داره نگاه میکنه. چقدر این قشنگه، اینو خیلی من دوست دارم، واقعا قشنگه. خیلی جالب است. این پوسته سوخته است. شاب سنگا تفاوت اصلیشون با سنگ‌های زمینی همین پوسته سوخته‌ایه که مثلا می‌بینی الان تو این به وضوح معلومه دیگه. نگاه. آره. پوسته سوخته، رنگ پوستشون سیاهه یا قهوه‌ایه یا هر چی، داخل بافتشون یه مثل اینم خیلی قشنگه. اینم مثلا نگاه کنید داخلش این شکلیه، مثل گل پخته. این پوسته وقتی که شاب سنگ میاد تو جو زمین خیلی بزرگه، محکم میخوره به جو، یا تیکه تیکه میشه یا آتیش که میگیره با درجه حرارت خیلی بالا 4000 5000 6000 درجه میاد و کوچیک میشه، ذوب میشه. این پوسته سوخته وقتی ایجاد میشه این چرمیه، کریستالیه، خیلی جذاب، هر چقدر ماساژ میدی براق‌تر میشه. بچه اینم من توی یکی از کاوش‌ها پیدا کردم، خیلی دوستش دارم. پر نانو الماسی، یعنی واقعا حس اون لحظه کاوش که میری برای شاب سنگ، حس پیدا کردنش فوق‌العاده است، یعنی خیلی حس خوبه. انرژی دارن، خیلی انرژی دارن. این الماس است. اینم خیلی قشنگه. داخل بافتشون آهن آزاد داره، تیکای آهن آزاد رو ببینید. آره معلومه. آره. اینم که دوستان آقا سعیدم کانال یوتیوب شاب سنگ داره، آموزش و شناخت و این چیزا. حالا من زیر همین پست کانالش رو تگ میکنم، اگه دوست داشتید که میتونید برید کانالش رو ببینید، اطلاعاتی داشتید یا اینکه میتونید یاد بگیرید یا حالا با هم دیگه در تبادل باشید. این الان مثلا قطعه کوچیکه، هر کدوم بس خودشون اسم دارن، از کدوم سیاره اومدن، از مثلا بافتشون چه شکلیه، همه ثبت شده جهانی. امشب بریم آسمون نگاه کنیم. باید بریم اگه دوست داری. آره آریسا بخوابه چون فردا صبحیه، ما دوتایی بریم دیگه. چه سوالی داری من بگم بهت؟ همین، مرسی. حالا دوستان اگه دوست داشتید که حتما کانال آقا سعید رو سابسکرایب کنید، میتونید در مورد شاب سنگا بیشتر اطلاعات کسب کنید. مرسی از نگاه قشنگتون، ممنون که تا آخر این ولاگ همراه ما بودید. امیدوارم که این ولاگ رو دوست داشته باشید. تا ولاگ بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.